اینا در آمادگی بودم همین شهر یک جورم همین ولی سوالای من گوش کنه باید اگر این دستمات میرفت است همون اگر خون گیرد اگر روزه دارد یک خونه فقط دهنش برد انالیز میسپرد انالیز خون گیرد اگر وای می روزش نمیشکند نه نمیشکن. روزه وقتی که خوردید یا نوشیدید یا علاقه جنسی کردید میشکند. خون از بدن برآمد و آدم های ما شکننده های روزه که شکننده های طهارت ارالش میکنن. ای به فکری من میشکند به فکری من نمیشه. شما کی هستید که به فکرتون از نام الله گپ میزنه؟ یگان کس حق از نام الله تعالی به فکری خودش گپ زدن نداره. فکری شما کتی میشد دیگر خیر میشد دنیا. برای همین برادرها از نام شریعت فکری خودتو درباره طب کنی فکری خودتون کتی گپ زنید چی؟ علمی طب نداره یا در آمده اون کسی جراحت کنید چی؟ کی رحمتیت برای شما؟ برای چی از نام شریعت گپ میزنید مادامی که علم نداره؟ علم نداشته مونده که مردم ما عجب درباره طب هم گپ میزنن. حالا یک داملا نقل کردن که در شهر اسفره بیمار شدیان هم رفتیان که یک دکتر تگی داری دکتر تقریبا 12 کس تا 18 کس نوبت ایستاده است. باید زنه گمده در دستش فرزندش و یک آخرین آدم کی گفتیم من یعنی 18 هم 19 هم آدم نوبت میگیرد. بعد یک کس میپرسید که چی شد این بچه‌تون با میگه که فلان کسال یک کس میگه که پیشاب خورونید یک کس میگه که سریق دود کنید یک کس این خیر کنید همه مصلحت میتیه. بعد میگه که فرزندم اینجا همه دکتر بود دست برفته میگه آقا اینا دکتر باشن نامعقول کردیتون تگی داری دکتر اومدیتون همتون یعنی یک بیمار با 18 کس مصلحت داشته است همش با آشرای دیسته است به پیش دکتر. با تخصص شما برای چی گپ میزنید؟ من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی از زیبایی اسلام مرد است اینکه اون سخنی که به او داخل ندارد گپ نزن. آخه شما طبیب نیستید. شما خودتون بیمار هستید در نزد طبیب یعنی نوبت پایدید. برای چی مصلحت میده پیشاب خوران؟ کی گفته است که پیشاب فایده دارد؟ پیشاب با اتفاق کافران و مسلمانان فایده نداره و زهر است. چیزی هیچی است. کسی میگه که به زردی پیشاب خوران یا به پیشاب به فلانجا فایده داره دروغ میگه دروش سیاه میکنه. این خط علمی طب نیست در یگانجا. ای در تمامی مسئله گام میزنن با خودشون به همه چی محتاج هستن. برادرای عزیز مادامی که تخصص شما نیست مادامی که علم ندارید گام نزنید.